سلام بچه ها، حال دلتون چطوره؟ خوش اومدید به چنل توربو جی پی. اومدم با یه ویدیو خیلی خفن و پرکاربردی. بچه ها از اول ویدیو رو نگاه کنید، اگه خوشتون اومد بریم برای آموزشش. خب بچه ها میبینید که این ماشین تسلا خودش فرمون میده که به جایی نخوره. پیش خودتون میگید چجوری ماشین این ور اون ور میره. خودت داری فرمون میدی، میبینی که بغل صفحه هیچ کاری نمیکنن. بریم برای آموزشش. اولین کاری که میکنیم ستینگ. من خودم با این مود ستینگ حال نمیکنم، میزنم همون مود قبلی ستینگ. شیشمین گزینه ستینگ رو میزنید، گزینه یکی مونده به آخر رو میارید بچه ها، همونی که یه فرمون دورش دوتا فلش زرده، اینو آن کنید و با این آن کردن این دیگه به هیچ خورید و راحت میتونید اگه یارتون رو بردارید بدون هیچ دردسری.